یک منبع آگاه از حادثه تیرپرانی خورخ به پایگاه خبری بامداد خبر داد که سلام امام نظرов پسر یکی از لیدرهای سابق بدخشان امام نظرов و شریک او منصور جمخانов را در صحن اولیه مرکز طبی بنیاد آقاخان در محله برخورخ شهر خورخ مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان پسر طالب ایانبکوف پرانده است. طالب ایانبکوف را روز 6 سپتامبر برای ادامه طبابت به مرکز طبی بنیاد آقاخان آورده بودند. به گفته منبع بامداد سلام امام نظرов و منصور جمخانov به اینجا آمدند تا از احوال طالب ایانبکوف خبر بگیرند و یگان راه آشتی را در پی زنوزنی شب گذشته پیدا کنند، ولی برابر وارد شدن آنها به صحن بیمارستان پسر طالب ایانبکوف از تفنگچه به طرف آنها تیر گشوده است. سلام امام نظرов و شریک او منصور جمخانov زخمی شدند. هر دو را در بیمارستان ولایتی بستری کردند. منبع بامداد وضع سلامتی آنها را وزنی میگوید. تیرپرانی روز 6 سپتامبر در پی زنوزنی شب گذشته بین طرفداران طالب و سلام در طربخانه در خورخ مشهور مارک اپولو بود که در آن زنوزنی طالب ایانبکوف را با سنگ یا خشت به سرش زدند و او را از طربخانه به بیمارستان بردند. طربخانه مارک اپولو در شفت خانه ایانبکوف در محله خلیبزاد جایگیر شده است.